بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستای عزیز، خواهران گرانقدر، برادران محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله ثم الحمدلله. حمد و ثنا و صفت میفرستیم به الله سبحانه و تعالی کما یلیق بجلال وجهه و عظیم سلطانه که ما و شما را توفیق نصیب کرد که باز هم فرصت عمر داد و توفیق نصیب کرد که درس دیگی از درس‌های اعتقادی و درس عقیده توحید بفهمیم و ایمان خود زیاد کنیم. دوستای عزیز، و نسأل الله سبحانه و تعالی الهدایت و التوفیق و الشهادت فی سبیله. دوستان عزیز و گرانقدر، موضوع امروز ما و شما یکی از نواقض یا شکننده های ایمان چی هست؟ سحر و جادو هست. متاسفانه در عصر امروزی مثل که در عصرهای قدیم، در عصر جاهلیت، مردم با توسل به سحر و جادو به کفر و شرک مبتلا شدن و امروز باز هم چون درس‌های عقیده در بین مردم کم است و زیادتر مردم به عوض عقیده دیگه مسائل زیاد میخورن و عقیده را بسیار سرش در درسایش و در فهم عقیده زیاد دلچسپی نشان نمیتن و این هم یکی از اغوای شیطان است که شیطان سعی و تلاش میکنه که انسان مسلمان به چیز مصروف بسازه که در اولویت قرار نداره. وقتی شیطان فهمید که انسان مثلا چه قسم ایره ما بیرا بسازم و به کفر مبتلا بسازم، آهسته آهسته بر از انسان راهی چی را جور میکنه؟ راههایی را جور میکنه که اول ای دور می باشه از چی؟ دور می باشه از مسائل توحیدی و عقیده توحید. در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه مکرمه فقط دعوت توحید میکرد و به می شکل رسول الله صلی الله علیه و سلم تا آخر عمر توحید برای مردم درس میداد و عملا تطبیق میکرد و زندگی 24 ساعته رسول الله صلی الله علیه و سلم در تدریس و تطبیق و نشر توحید بود و اساسات توحیدی که بالاخره رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم نظام توحیدی ساخت، این کلش برای ما و شما در درس‌های سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم معلوم است. امروز چون این مشکل در بین مردم وجود داره، سحر و جادو هم در بین مردم زیاد رواج پیدا میکنن و چون در مسئله سحر و جادو اکثرا مسائل پولی هست و عایدات است و به می شکل به این خاطر کسایی که استفاده جو هستن و کسایی که پول پرست هستن، یکی از دروازه های عایداتشان امی سحر و جادو هست که از این طریق اینا میخواهند که چی کنن؟ سحر و جادو را در بین مردم رواج بتن و وقتی یک نفر عادی یک گپ می داشته باشه، یک سردردی عادی می داشته باشه، یک کمک خستگی می داشته باشه، خب طبعا انسان پریشانی ها و خستگی ها و سردردی ها و این گپا داره. این انسان به عوض از این که مجرد که پیش یک کس این بیان میکنه، فورا بعضی کسا هستن که شیطان اونا رو وسوسه میکنه و فورا برش میگه که برو پیش فلانی ملا، و منظورشان از ملا عالم دین نیست که قرآن و سنت میفهم، منظورشان زیادتر که پیش ملا برو، منظورشان امو کسایی هستن که تعویذگر هستن و جادوگر هستن و فالبین هستن و روی طالع میبینن و اینی مسائل است. وقتی این شخص اونجا میره، بعضی اوقات به اجازه فامیل و حتی بعضی اوقات بدون اجازه فامیل، وقتی در تو مجالس اشتراک میکنن و برش او فورا میگم و شخص مقابلی که پیشش رفته و اگه برش بگه که مثلا تکلیف تو عادی است یا مشکل نداره، بازو و قدر پول نمیده، ولی برش از اول تلقین میکنه که
مشکل تو سحر است و تو جادو شدی و به این حساب وقتی که تو جادو شدی اینال پول زیاد است پیش ازی کمایی میکنن. اینال در درس ما و شما سرازی میخوانیم کسایی که خودشان به جادو و سحر مبتلا میشن یا فامیده یا نافیده حکم از اینا چی هست، و یا کسایی که مثلا پیش ساحر و فالبین و جادوگر میره حکم از اینا چی هست، علامات سحر و جادو چی هست. اگر ما و شما این مسائل بفهمیم باز حتما میتونیم که مثلا خود از این شر و از این بدبختی ها و از این مشکلاتی که مثلا این دشمنای توحید برای ما و شما پیدا کردن از این خود نجات بدیم. دوستای عزیز، در تعریف سحر علما میگن، یکی از علمای لغت است مثلا ازهری میگه که سحر یا جادو عمل است که جادوگر توسط آن و به همکاری آن خود را به شیطان نزدیک می‌سازد. یعنی این عالم میگه که خود جادو چی هست؟ یعنی جادو چیزی هست که شخص خود توسط ازی به شیطان نزدیک می‌سازه، خود در دام شیطان میپرده. و علمای حنابلة میگن که سحر عبارت از گریها، تمیزها و سخنان است که به شکل زبانی، نوشتاری یا عملی صورت میگیره. یا اینمی سحر و جادو به شکل نوشته میشه در اشیاء مختلف، یا به شکل زبانی و یا هم به شکل عملی این سحر و چیزا صورت میگیره و در بدن، قلب و عقل جادو شده به شکل غیر مستقیم تاثیر میکنه. خب در قسمت از اینکه آیا سحر و جادو ثابت هست، بله سحر و جادو ثابت است و در قرآن عظیم الشان و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و در اجماع امت اسلام در این باره گفته شده. در قسمت دلیلش از قرآن عظیم الشان امی هست که واتبعوا سوره بقره آیت 122 آیت 102 واتبعوا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الله متعال میگه که واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. در اینجا الله متعال بیان میکنه که یهودیا متابعت کردن از آن چیزی که شیطان ها تلاوت میکردن. در چه وقت؟ در ملک سلیمان، در زمان خلافت سلیمان علیه السلام، وقتی که سلیمان علیه السلام قدرت سیاسی را به دست داشت و خلیفه مسلمان ها بود و حتی حاکمیت سلیمان علیه السلام حکومتش بالای جنها هم بود. الله متعال میگه و ما کفر سلیمان، و سلیمان کافر نشده ولکن الشیاطین کفروا، شیطانا کافر شدن، یعلمون الناس السحر، به خاطر از اینکه مردم سحر و جادو را تعلیم میدادن. نقطه در همین قسم مثلا در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هم درباره سحر گفته شده است. در حدیث صحیح البخاری هست، حدیث 2767 صحیح البخاری، عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم. ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که اجتنبوا السبع الموبقات، از 7 چیزی که شما را در هلاکت میپرده از او اجتناب بکنید. قالوا یا رسول الله و ما هن، گفتن رسول الله صلی الله علیه و سلم این 7 چیز هلاک کننده یا 7 چیزی که انسان را به هلاکت میاندازه چی هست؟ قال الشرک بالله. اول رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اول شرک است به الله، که کسی به الله در ذاتش یا در صفاتش یا در عبادتش یا در حکمش یا در نامهایش یا در افعالش چیز را شریک می‌سازه، این انسان هلاک است. دوم و سحر، دوم هلاک کننده سحر است. این در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم سحر بیان کرد که بعد از شرک سحر و جادو از جمله هلاک کننده است. سوم و قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، سوم قتل کردن یک نفسی که الله او را حرام کرده مگر به حق. چهارم اکل ربا، خوردن سود از جمله هلاک کننده هست. پنجم اکل مال الیتیم، خوردن مال یتیم. ششم و تولی یوم الزحف، و روش گردانیدن در روزی که مسلمان ها به طرف جهاد میرن فی سبیل الله.
و هفتمش هم و قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، تهمت کردن و دشنام دادن به خانم‌های مؤمنه غافله که یک کسی اونا را از خود بیخبر است و این اونا را متهم میسازه به گناه و زنا و غیره. پس در این چی شد؟ بیان شد دومی که سحر در حدیث اینا ثابت است و بیان شد که بسیار از گناه‌های خطرناک و از جمله مهلکات است که انسان هلاک میکنه و ایره به دوزخ روان میکنه. از اجماع علمای اسلام امام نووی رحمه الله میگه و جمهور علماء الامت على اثبات السحر، میگه جمهور علمای امت اسلامی به این میگن که یعنی که سحر ثابت است و ان له حقیقتا که حقیقت غیره من الاشیاء السابقه ثابته. میگه امی قسم بر از این حقیقت است مثل که به چیزهای دیگه هست. خب سحر هست، اما به سحر خودم مبتلا کردن، به سحر مثلا یه عمل اختیار کردن و دیگران را سحر کردن و سحر یاد گرفتن، این بسیار خطرناک است و پیش ساحرها رفتن و به خاطر نجات خود به دامان ساحر خود انداختن به خاطر یک مریضی یا تکلیفی که میایه، این بسیار خطرناک است. اینال حکم سحر در این باره علما حکم سحر بیان میکنن که اول حکم تعلیم و یاد گرفتن سحر است. علمای اهل سنت میگن که آموختن و آموخت دادن سحر جادو حرام می باشه، لکن درجه حرام چی هست؟ مثلا به کار حرام است، عالی درجهش چی است؟ ان قصد من تعلمه العمل به، میگه اگر قصد تعلم ازی بود که من سحر یاد بگیرم و باز این عمل بکنم، یک و کان فیه قول او فعل یقتضی الکفر، و در این سحر که یاد میگیره سخن یا فعل کفری باشه، او تعلمه معتقدا اباحته، و یا تعلیم میکنه سحر یاد میگیره به این عقیده که یک علم مباح است و هو کفر، میگه این کفر است، این نفر کافر میشه. پس اگر کسی سحر یاد میگیره و میخواد که سحر بکنه، به خاطر سحر جادو کردن یاد میگیره و دو سحر که یاد میگیره سحر است که دو اقوال کفری است و افعال کفری است، انسان کافر میشه. و یا مثلا سحر یاد میگیره، چرا یاد میگیره؟ میگه ما به خاطر از یک کار مباح است، در این هم کافر میشه، چرا کار حرامه که حرام است و الله گفته که چی است؟ ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، بازی میخیزه ایره یاد میگیره و میگه مباح است. و الا فهو فسق، و اگر ایدهش نباشه باز ای فاسق گفته میشه. امام نووی رحمه الله میگه و اما تعلمه و تعلیمه فحرام، این میگه یا عالم میگه که یاد دادن و یاد گرفتن سحر حرام است، فان تضمن ما یقتضی الکفر کفر و الا فلا، میگه این خو یک کار حرام است، اما میبینی اگر امی سحر را که یاد میگیره در این چیزهای کفری باشه پس این کفر است و این کافر میشه این شخص، و الا فلا، و اگر چیزهای کفری نباشه این گناهکار و مرتکب حرام شده و کافر نمیشه. حکم عمل کردن به سحر و جادو. خب یک نفر به سحر و جادو عمل میکنه، علمای اهل سنت میگه که خود عمل کردن سحر که مثلا یک کسی دیگه سحر میکنه، این از جمله امور حرام و از گناه های کبیره و از مهلکات است. در این عمل، در صورت که در عمل امور کفری باشد، انجام دهنده آن کافر میگردد. این حال کسی که این سحر انجام میده، پس آن باز ما و شما اقسامش میخوانیم، در صورتی که در این سحر از اون مسائل کفری باشه، بنابراین این شخص چی میشه؟ کافر میشه. امام نووی رحمه الله میگه فعمل السحر حرام و هو من الكبائر بالاجماع، میگه حرام است و از کبائر است به اجماع. و قد سبق في كتاب الإيمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عده من السبع الموبقات. قبلا ما شما یه حدیث خوانیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم این از جمله 7 چیز هلاکت کننده بیان کرد. و سبق هناك شرح و مختصر ذلك انه قد يكون كفرا و قد لا يكون كفرا، و میگه خلاصه چیست که اگر یک کس سحر میکنه گاهی اوقات این سحر کفر میباشه
و گاهی کفر نمی باشه بلکه گناه کبیره می باشه. فان کان فیه قول او فعل یقتضی الکفر کفر و الا فلا. میگه اگر در یک اقوال و افعال کفری باشه بازی شخص کافر میشه و اگر نباشه نمیشه. خب چی دلایل است به حرمت سحر؟ اول دلیلش از قرآن عظیم الشان. الله متعال میگه و الق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى. اینجا الله متعال در سوره طه آیت 69 میگه که ولا یفلح الساحر حیث اتى، یعنی ساحر کامیاب نمیشه. قد افلح المؤمنون. الله در آیات دیگه قرآن میگه که مؤمنا فلاح و کامیابی نصیبشان میشه. و در اینجا میگه که ولا یفلح الساحر حیث اتى، که ساحر جادوگر به هر گز کامیاب نمیشه. و این دلیل شد از قرآن عظیم الشان که سحر و جادو حرام است و حتی کفر است. و دلیل دیگهش ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. الله متعال میگه که شیطان ها کافر شدن به خاطر تعلیم دادن مردم سحر را. و در آیت دیگه الله متعال میگه و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، میگه چیز را اینا یاد میگیرن که او برشان ضرر میرسانه و منفعت نمیرسانه. ولقد علموا، میگه یهودیایی که سحر یاد میگرفتن و تعلیم و تعلم میکردن، میگه اینا دانستن که لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق، که اونا دانستن هر کسی که این سحر خریداری میکنه و میگیره اختیار میکنه برازو در آخرت هیچ نصیب نیست، یعنی نصیب از جنت الله سبحانه و تعالی نیست. و همین قسم دلیل شما از سنت هم خواندیم که سحر از جمله 7 چیزهای هلاک کننده هست. و همین قسم امام ابی داود رحمه الله روایت میکنه عن عمران ابن حسین رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لیس منا من تطیر او تطیر له او تکهن او تکهن له او سحر او سحر له. دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت کسایی که مثلا به توسط پرنده ها فالبینی میکنن و اینا مثلا کبوترها را برای فالبینی میگیرن، این کار میکنن و یا برای از اونا امی کار میشه. یک تعداد مردم بودن در عصر جاهلیت که کبوترها را پرواز میدادن و از طریق از اونا برای از او فالبینی میکردن. مثل که حال مثلا بعض فالبین ها مثلا حتی کت کتاب حافظ شیرازی و کت گنجشککا و ازیا این چی میکنن؟ امی تطیر میکنن. او وقت تطیر چی مانا داشت؟ که پرنده ها را رها میکردن و شخص مکلف بود که امی کارا میکرد، یعنی یک آدم فالبین بود. اینال هر کسی که برای او هر کسی که کارا میکرد رسول الله میگه از جمله ما نیست، یعنی از امت ما برآمد. و یا کسی که برش همی کار میشه یک تعداد میرفتن پیش از اونا و از اونا تقاضا میکنن که برای ما همی کارا بکن. پس او کسی که این کارا میکنه و به همراه مشتریش اردویشان از امت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیستن. او تکهن او تکهن له، یا کهانت برازی میشد. کهانت اما فالبینی هست که مثلا بعض فالها را میدیدن که مثلا آینده تو چی میشه و مثلا مال گم شده تو چطور است، این چه قسم پیدا میکنه، این قسم میگیم. این حال کسی که این فالبینی را میکنه و کسی که پیش از این فالبین میره، اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که نه خود کاهن از امت ما هست و نه کسی که مشتری امی کاهن و فالبین است. او سحر او سحر له، همچنان میگه از امت ما کسی نیست که سحر کرده یا برش سحر شده. یعنی مثلا یک کسی از خودش سحر میکنه، یا هم یعنی از امت رسول الله صلی الله علیه و سلم برآمد، یعنی در کفر داخل شد. یا سحر له چی معنی؟ یعنی کسی که پیش جادوگر رفت که برای من سحر و جادو بکن، یعنی سر فلانی کس این چی است؟ این جادوگر. و من عقد عقدتا او قال من عقد عقدتا، دیگه یا عقده کرد اما مثلا در بعضی تارها گره میدن باز کف میکنن. و من شر النفاثات فی العقد، یک تعداد کسایی بودن که مثلا در گره ها کف و چف میکردن و این هم یکی از چیزهای جادوگری بود. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که و من اتی کاهنا، اگر کسی پیش یک فالبین میره، و فالبین اکثرا مشکل فالبین ها چی است؟ که اینا ادعای علم غیب میکنن. مثلا میگه که فردا بالای تو این تو یک گپ میشه،
در حالی که الله متعال میگه که و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا. الله میگه یک انسان نمیفهمه که صبح ما چی میکنه. من نمیفهمم صبح بالای ما چی میشه، چی مقدر است. این فالبین میگه من صبایت خبر میدم، هفته آینده سر تو این مشکل میشه، یعنی ادعای علم غیب میکنه. و این شخصی که پیش از این فالبین میره، این چی مشکل داره؟ این تصدیقش میکنه. فصدقه بما یقول، او برش از غیبیات خبر میده و ادعای علم غیب میکنه، بنابراین این هم ایره تصدیق میکنه. حالا وقتی که تصدیق کرد به این معنا که این آیات قرآنه که علم غیب مخصوص الله بیان کرده، او را تکذیب کرده است. دیگه الله رسول الله صلی الله علیه و که اگر کسی پیش از این کاهنی که ادعا فالبینی که ادعای علم غیب میکنه فصدقه، بازی را تصدیق میکنه در امی ادعایش و در سخنایش و میگه تو راست گفتی، درست گفتی، فقط کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم. و این هم حدیث صحیح است ان شاء الله تعالی. حدیث صحیح است، شورا الجامع. خب حدیث نمبر قدر مسند بناد و میگه که حدیث صحیح است. خب در قسمت اقسام سحر میریم سر بحث دومی که اقسام سحر بیان بکنیم. سحر یکی سحر حقیقی است، یکی سحر مجازی هست که برش اصطلاح کلمه سحر استعمال میشه، لکن اون جادو نیست. مثلا او با سحر حقیقی کدام یکی است؟ این سحر حقیقی چند قسم است. اول سحر یا جادو با اقوال و افعال است. جادوگر مثلا بعضی اقوال و بعضی افعال سحری را یاد میگیره و باز این طبعا به قدرت الله سر دیگران این تاثیرگذار میباشه. یک امتحان الهی هست. بنابراین ساحر بعضی اوقات بعضی الفاظ و بعضی افعال یاد میگیره که ایره بالای او جانب مقابل انجام میده و او را سحر میکنه. قسم دوم سحر یا جادو با ستاره شناسی هست. اکثرا امو ستاره شناسا که هستن، اینا چی میکنن؟ بعضی ستاره ها را توسط احوال ستاره ها بالای احوال زمینی. شما بعضی اوقات دیده باشین که مثلا این فالبینا و جادوگرا میگن که مثلا ستاره تو برای انسان یک ستاره تعیین کرده و باز میگه ستاره که در بالا هست این ستاره که در آسمان است و بالای ستاره تو مثلا انت اختلاف هست و از تو ستاره طبیعی هست و ستاره دیگه که از آتشی هست و اینا فکر میکنن که این ستاره هایی که در آسمان هستن این بالای مخلوقات در زمین تاثیرگذار هستن. از این خاطر این حوادث زمینی را به اینا چی میکنن. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در این قسمت میگه که من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. میگه اگر کسی یک شعبه از نجوم علم نجوم امی ستاره شناسی که در مسائل جادوگری داخل داره، میگه کسی که یاد میگیره یعنی یک شعبه، یک شاخه از سحر میگه این یاد گرفته هست. پس یکی از انواع سحر توسط چی میشه؟ توسط ستاره ها میشه و اکثرا هم کتابای جادوگری و سحر یا رو بخواین در این مسائل ستاره و ستاره پرستی و ستاره ها چی تاثیر دارن و گپا هستن. قسم سوم ستاره ها با طلسم ها هست. طلسم یعنی چیزهای نامفهوم است. مثلا بعضی خط ها را میکشن، بعضی نوشته هایی را میکنن که معنایش فهمیده نمیشه. مثلا بعضی چیزهای کفری را نوشته میکنن در تعویضا و در کاغذا و ترا، او کلمات کفر است، اصلا پناه بردن به ابلیس و به شیطان و به جنها هست، ولی ایره به اشکال به شکل نوشته میکنه که شما اگر تعویضش شما باز میکنین خطایی است که ایش خوانده نمیتونین، نمیفهمین که در این مثلا چی نوشته کرده و چی گفته هست. در خاطر علمای عقیده اسلامی میگن که الطلسمات داخلتون فی علم النجوم و السحر. علمای عقیده میگن که امی طلسما هم که هستن اینا در علم النجوم و در سحر و جادوگری داخل هستن. متوجه باشین که این طلسم ها را مثلا به اشکال مختلف مثلا چی میکنن، با خطهای مختلف خط میکشن و مثلا چی میکنن و در کاغذها و در چیزا و درا که ما و شما نمیفهمیم. نوع چهارمش سحر جادو با کمک حروف ابجد است. حروف ابجد این است که مثلا یک چیز از به نام ابجد، حوض، خطی، کلمن، صعفت، قرش، استخذ، دزخ، این قسم یک جدول جور کردن. باز برای هر حرف ازی مثلا
یک عدد تعیین کردن، مثلا ابجد میگه الف یک، ب دو، جیم سه، دال چهار، اینی قسم است و از طریق از این حروف ابجد اینا چی میکنن؟ این کار میکنن و در این هم این علم ابجد و گپار از کجا؟ یهودی ها امی کارها را میکردن و بالاخره از طریق از اونا در بین مسلمان ها هم رواج پیدا کرده و بسیاری کسا مبتلا به این هستند. نوع پنجم سحر و جادو با پف کردن در گره ها هست. اما قسم که در آیت شریف میگه که و من شر النفاثات فی العقد، در این سحر از شیطان های جنی استفاده میشه و اینا چی میکنن؟ مثلا بعضی چیزها را در تارها پف میکنن و با اینمی گره میزنن که توسط سحر و جادو صورت میگیره. نوع ششم سحر و جادو چی است؟ با تحقیر چی است؟ اعتقادات است. یعنی سحر شیطان برش میگه که مثلا تو سر قرآن لغت بکو، مثلا برای جادوگر میگه سر قرآن لغت بکو، مثلا آیات قرآن که خون نوشته بکو، آیات قرآن مثلا در چیزهای گندگی نوشته بکو. یعنی مثال های بسیار خطرناک است که تا انسان گفتن نمیتونم. یک کسی جادوگری به نام توخی یک کتاب به نام السحر الاحمر است، در او میگه که نوشتن آیات قرآن کریم و گذاشتن آن در اماکن نامناسب مثل ساق مریض، مثلا قرآن میگیره در ساق پای مریض نوشته میکنه. خب این ساق پای مریض ببینید که چقدر توهین به قرآن عظیم شان است. آیات قرآن اینجا نوشته میکنه، چرا اینجا در ساق پای مریض یا در ران مریض اینجا نوشته میکنه؟ به خاطر ازی که به قرآن توهین شوه و توسط این توهین قرآن هم خود ساحر برای شیطان کفر خود اثبات میکنه که این من قرآن اینقدر بیادبی کردم و هم امی شخصی که در اعضای بدن ازی نوشته شده هست خودش هم یعنی به قناعت خود این کار کرده، این هم توهین به قرآن میکنه و چی میکنه و به این شکل این کافر میشه. و یا مثلا در شرمگاهش، حتی در شرمگاه های مریض مثلا آیت قرآن نوشته میکنه که این عمل طبعا بسیار کفری هست و کسی که کار میکنه و یا بر کسی که کار میشه هر دوی از اینا کافر میشن. نوع هفتم سحر و جادو با تعویذ ها هست. مثلا تعویذ ما و شما قبلا خوانیم که تعویذ پناه دادن یک کسی در اسلام به الله هست. مثلا قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، فاذا قرأت فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. لکن در کاغذ نیست، این کلش زبانی هست. اما تعویذ های که حالا فعلا رواج پیدا کرده در این کاغذ ها نوشته میکنن و با چیزهایی که در این کاغذ ها نوشته میشه چی هسته؟ در اینجا جادوها می باشه و توسط زیر میگه در گردن تعویذان بکو یا برو در زیر بالش فلانی بان یا در فلانی جای بان چی هستن. اینا اینجا بسیار انواع تعویذهای شرکی و کفری هست. مثلا یک کتاب هست به نام تمتم هندی. من یک وقتی یکی از دوستان چند 4-5 جلد برای ما گفتم ضرورت است، در جای خوانده بودم، باز این کتاب نمیافتم، بازو رفت و برای ما این کتاب تمتم هندی تقریبا 4-5 جلد از زیر خودش خریداری کرد و آورد برای ما. بعدم پشت مسجد پل خشتی در دکانها به نام تمتم هندی امی کتاب فروخته میشد. وقتی که کتاب از شما بخوانین و در اونجا در اولش نوشته کرده که این کتاب در علم طلسمات و تسخیر روحانیات و عزائم جنیات از طلسمات تمتم هندی و چطور کوالیس اسکندرانی و چطور است و نوامیس افلاطون و بیناس. خب خلاصه صاحب اینمی کتابه که ما یک وقت مطالعه کردم. در این کتاب بسیار مشکلات کفری هست. مثلا اینمی یکی از کتابهای سحری و جادوگری هست و متاسفانه این کتاب بعضی کسایی که خدا بسیار با تقوا و دیندار میگیره از این کتاب استفاده میکنن و خوب میبینه به چشم خود که چیزهای دری است. وقتی که صحیح دقیق شوی کفر است. مثلا در این کتاب اول مستقیما کمک خواستن از شیطان است، کمک خواستن از شیطان است نوشته میکنه. مثلا در یکی از چیزایش من خانم نوشته کرده، در یکی از تعویضاش نوشته میکنه به حق ابو مر ابلیس و به حق و زهر سیدوک. همین قسم نوشته است، یعنی متنش هم خطش هم تو گرد و دست چیز نیست. اینجا ابو مره ابلیس یعنی مگه به حق ابلیس این کار برازی بکن. خب این کفر نیست، مستقیما پناه بردن به ابلیس است.
و به حق زهره سیدوک، کس دیگه به نام سیدوک است، رسد رسول و به حق ربعه و زوباد و هذا الکلام تش تش. این قسم اینی متنش است. خب ببینید چه کلمات که در اینجا آمده هست و یک عکس هست، یک دانه عکس گرفته و در این عکس نوشته کرده که دیو سلیمانی. اول سعی کنین امی که به نام دیو سلیمانی میگه و در این چیز نوشته کرده به این معناست که این عقیده یهودی است که یهودی ها میگفتن که سلیمان علیه السلام علیه بالله کافر است و جادوگر است. یعنی سلیمان علیه السلام اونا کافر میدانن و جادوگر میدانن و میگن که دیوهایی که در خدمت سلیمان علیه السلام بود جادو میکردن و این کلش مخالف با قرآن است. اول قرآن میگه که سلیمان علیه السلام پیغمبر است، معصوم است. دوم قرآن عظیم شان میگه که و ما کفر سلیمان کافر نشده هست ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. شیطان ها کافر شدن که تعلیم میدادن برای چیز؟ سوم برای مردم. پس شیطان کافر است و الله متعال میگه سلیمان علیه السلام کافر نشده هست. یا وقتی که سلیمان علیه السلام کافر میگن پس اینا تکذیب قرآن میکنن، کافر میشن و پیغمبر معصوم دشنام میتن. این عقیده است که اینا از یهودیا گرفتن و این کتاب یهودی است و حتی او کسایی که برای سلیمان علیه السلام تحت تاثیر سلیمان علیه السلام بودن خدمت میکردن، یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات. او کارهای مثبتی که سلیمان علیه السلام از اونا میخواست، اونا مکلفیت میداد، اونا خدمت میکردن. اما اینجا اینا چی کردن؟ یک دیو را جور میکنن و میگن این دیو سلیمانی زی کتاب چاپ است و در سر سینه ازی اگه عکس ازیر مثلا امکاناتش می بود ما بر شما باز اگر این کلیپ جور شد من تصویر ازیر بر شما نشان میدم. در سر سینه ازی شما دقیق باسیل کنین ببینید نوشته کردن به حق ابو مر ابلیس، به حق و زهر سیدوک رسد راسل و ربعه و دوباد و باز در پاهایش هم همی قسم همی چیزها را نوشته کردم. خب من خواستم که بفهم که مثلا امی ابو مره چی را میگه. مراجعه کردیم مثلا در بعضی کتاب های دیکشنری، مثلا فرهنگ مراین یک دیکشنری فارسی هسته، در این نوشته کرده که ابو مره ابلیس شیطان است. پس اینا میگن به حق ابو مره به معنای به حق ابلیس و به حق شیطان. در قسمت سیدوک در کتاب به نام المختصر فی اخبار البشر که تألیف ابوالفدا می باشه، او نوشته میکنه سیدوک پادشاه جن می باشه. خب امام ذهبی در کتابش به نام تاریخ اسلام میگه در بغداد شهرت یافته که یک تعداد از کردها و شکار برآمدن، در آنچه خیمه های سیاه و سیلی زدن و گریه را شنیدن در آنجا. یعنی میگه در اونجا یک خیمه را دیدن، خیمه های سیاه دیدن که اونجا مردم در روی خود سیلی میزن و گریه میکردن و کسی میگفت مات سیدوک ملک الجن، میگفت که سیدوک پادشاه جن فوت کرده. و ای بلد لم یلطم اهله و یعملون المأتم خب فخرج كثير من النساء إلى المقابر يلطمن وينحن وفعل ذلك كثير من جهلة الرجال فكان ذلك ضحكة عظيمة. پس اینجا میگه که امام ذهبی میگه که در اون منطقه کسایی برآمدن. خب خلاصه بیان میکنه که اینا میگفتن که سیدوک مرده و سیدوک هم امو پادشاه جن ها است. این میگه به حق سیدوک. متوجه هستین؟ یعنی در این تعویض خود پناه میده این شخص به کی؟ به شیطان. امام تنوخی میگه در شهر واسط شیخ را دیدم که او از شعرای مشهور واسط بود و لقبش سیدوک بود. برایم گفت که ابو محمد محلبی از من پرسید که چرا نامت را سیدوک گذاشته ای؟ میگه از این پرسان کرد که نام تو چرا سیدوک ماندی؟ چی مانا میته؟ گفت به خاطر از این که سیدوک رئیس جن است و من رئیس شعرا. این یک شاعر بود و این از طریق شعر خود این قسم مردم به گمراهی دعوت میکرد. اکثرا از شعرهای احتیاط بکنید، بسیار شاعرها خطرناک است، یعنی بسیار خطرناک است
و حتی شاعرایی که مثلا مولانای روم بسیاری کسا ببینن متاسفانه مولانای روم حتی کتابش هم میگن که مثنوی معنوی مولوی هست قرآن بر زبان پهلوی، این قد توصیف میکنن که بسیار از حتی میخواین این به پیغمبر برسانه، لکن عقیده مولانا عقیده چی هست؟ بسیاری وقت حاصل کنین که در عقیدهش حلول و اعتقادات بسیار کفری خطرناک داره. و ما یک وقت الله عفو بکنه بر از این مغفرت خواسته باشم. ما از او مغفرت خود که بر مولانا روم گفتیم در یگان کلیپای خود توبه میکنم و استغفار میکنم و الله مرا ببخشه. او وقت ما رو نمیشناختم، چون او وقت ما فکر میکردم که یک شاعر عادی هست، ولی پس آن وقتی که امو کتاب از او خواندم در قصه امو چوب شکن و در قصه از اون باز میبینیم که مسئله ناسوت و لاهوت و ایگپار و یه کلش چی میکنن تبلیغ میکنن و مردم دعوت میکنن و بالاخره دیدم که علما باز این در این مسئله تکفیر کردن و برای کسی که او مثلا در شرک مبتلا باشه ما حق نداریم که طلب چی بکنیم؟ طلب دعا بکنیم و اگر کردیم الله متعال در وقتی به علمی ما بوده است الله عفو بکنم. خب به این خاطر اینه گفتم که بسیاری از شاعرها مردم به گمراهی و این میگه من رئیس شاعرها هستم و تخلص خود سیدوک مانده و معلوم میشه که سیدوک رئیس جن هست. اینال در کتاب که شما میخوانید در پشت مسجد پل خشتی در اینجا کتابای تعویضات وقتی که برین پرسان بکنین برای من کتاب تعویض بده، مثلا به نام نقش سلیمانی برای تو میته. نقش سلیمانی ما بسیاری کتاب های دیگه نمیته مثل امی تمتم هندی و در این کتاب ها بسیار کفریات است. یکیش مثلا خلط کردن بین آیات قرآن، معرفی کردن سلیمان علیه السلام مثلا به چی؟ به ساحری و به ایگپا، حتی معرفی کردن بلقیس علیه السلام ایره هم غلط معرفی کردن. حتی اینجا یک دانه اینجا نشست دیو سلیمانی سیاهی در سینه یزی الفراق و بعضی چیزهایی را نوشته کرده. متاسفانه همچنان بر بلقیس علیه السلام هم همین قسم تصویرها را کشیدن، چیزهایی را که یک عکسی هست مثلا از یک زن و به حق شهرپیش و چطوره که نامهای عجیب غریب که کلش مسائل شیطانی است. دیگه مثلا کمک از غیر الله میگیرن، کمک از شیطان و از ابلیس میگیرن و در اینجا چیزهای بسیار خطرناک است و انسان باید